کجی؟ کجی؟ بله بابا. کجایی بیا که به تو بگم. بیا. بیا. اشتو خوابی داری. بابا سو داره. برو همه گیله کنن صدا کو بریم به سر کار خو. سر صبح شلوغ مردم برو بیا دارم. حالا شما چاش که بشه دیگه هیچ کس نیه موتر نیه دگی نیه. بریم گیله کنن صدا کو وقت حرکت ببرم. خوب بابا گیله من محکم تلنگ میده. اگر رسیکی بدین موتر شدم چی؟ نمیشی تو خود پس کش کاری بکن که جامعه تو زخم شه اقلا یک درپین ماشون بیاریم. خوب نماشون سودا داریم داریم که خشک خیلی نه مثل او روز بگیم نشد اولا چند ماه نشد اولا نتونستیم. خوب برو بخیر برو زودتره گیله کرم بر میکنم. گیله کرم جخ که ببرم. هنوزه خیلی بیا دیگه. گیله بابا محکم تلنگ ندی که رسیکی بختم بزیر موتر یا سکل مسکل اینا. خوبه؟ سکل ها خود تلنگ نمیده نگه سکل کن. من میگم آیسته تلنگی. از اون دروغ بعد همیت تلنگی که بخورم بزیر. نه ایتا میگم سکل تو. از این بر موتر بیام تو پیش یا. موتر بیام همیتا میگم یک بار. پا خود تو خور ایتا بند از پا خود بزیر موتر کن که پا تو بزیر چه پا تو بلکن بشکنه اگه بشکنه 2 لگ میدم. خب یار من میگفتم دیشب میگفتم اگه پا تو بشکنه 2 لگ میدم. خوبه پا تو بشکنه بریم جلو چکه دیر شده. بریم. ماشاءالله خوبیان ماشاءالله خوبیان. بیا. سلام علیکم و نباشید. کیار هستین؟ بخیر سلامته. شکر شما خوبین؟ کیار هستین؟ کوکو اشتنه؟ خوبین کیار هستین؟ بخیر سلامته. کجا بودی؟ هیچ کیار هستین؟ شکر سلامته؟ الحمدلله. کجا هم به چهار گیله کو کجی؟ به چهار کو شاگرد کردم به سلخی رفتم هر 2 بار سر شد. بیره شدم دیگه برفتم لباس کار کردم برفتم به سلخی رفتم. به سلخی؟ بله ها. همین سلخی چینگ اتوبان که بزیر موترات تلنگ میده؟ نه به سلاخونه رسمی شاگرد کردم. اشتباه به سلخی شاگرد کردن که همین 2 ساعت پیشتر میرفتم به خونه میرفتم به سکیر تیر شدم میبینم گیلک کجیره وزیر موترای تلنگ میده ویل استاد کردم میگم که چرا ایتی میکنی گیلک موترون خودی و جنجال داره که ما گل و جلال خور دارم اگه تلنگ نمیگیریم تو چرا ایتی میکنی میگه که پیار ما میاد دادن که برو خب تلنگ ده وزیر موترا کوکو چرا ایتی نه کوکو چی گپه؟ دیگه کوکو راستی بپرسی وضع اقتصاد ما خرابه. ما گفتم این لگر تلنگ دی که برف مونه بلکه 1500 به تو بدم بیایی به سرا بیایی. او بعد از این بر کرای سرا از این بر مشکلات بسد ما آره من راست خود به شما میگم به کس دلی نمیگم. صحیح کنیم کوکو؟ بله هیچ کس به می دنیا اگوشنگی مجبور نشده که اولاد خود بزیر موتر تلنگ ده که ما پول پیدا کنم بفهمیدیم؟ همون گیلک سعودی اگر نفهمیدیم این تلنگ ده بزیر موتر که مخصوص سر اون بچه بیوی شد او مال چی میگیم؟ او مال هم میگیم که من مجبور بودم این کار رو بکنم. دیگه او تو برای بگفتم که همین لگر تکیه ده که خود به زمین زن که بگه برار مای بلکه 500 1000 بدم. نه دروغ میگه زن بابا کی بلوز گپ از اون تو باور کردی زن کوکو اشته دروغ میگه کوکو میگم ها مور ری کردم با شما میگن دروغ میگه شما از ما پول میکنید شما چرید هر کدوم شما گیلک یک رقم گپ میزنه کوکو یک رقم گپ میزنم شما با دیگه مدل گپ میزنه نیه زن بابا دیگه پانی هست اشته نیه
یه زن بکش. کاکا جان آدم اولاد خود به خاطر پول به خاطر گوشتگی آدم اولاد خود به زیر موتر نمیندازونه مجبوری تو ندیدی شما سب میخوری یا سیازم بکن. من برازاد چای نمیخورم خیر بینیم من بیامونم که 4 کلمه گپ به شما بگم شما وقتی که مجبور بودیم به من میگفتیم من برازاده شمونم به جای اولاد شمونم میگفتیم کاکا جون من مجبورم ندارم به من هرچی که اتوان تو میشه کمک کن رو من نمیشه ما گردن خو کج کنم به پیش قوم چهل آدم به پیش برازاده خود گردن خود کج میکنه من اولاد شمونم به سر حق داریم برای ما عمل کنیم که من شما هیچ کار کنم او وقتا او گپاتی شد برای کاکا مال هم شکر است کاکا این گپانیه هم 5,000 که من میدی سبا پشت سر 1000 گپ هیچ وقت من این گپ نمیگم چرا شما این گپ به نمیگم پیار خو میدی 1000 بگیریم چکا کنم 1000 بگیریم به خود خرج کنیم بچه خوردگاه به زیر موتورات داریم نده برات شما آخه این شما فکر میکنه که یک دم یک همی تو موتر نفهم به جلو خوبر داره مغزا سر گیری میشه نمیشه او هم هوشیاره هوشیاره میگی لخ خدایی می تو هوشیاره که خوب صحیح کاکا دیگه این کار نکنه نه کاکا بله زن. چه زن برای شما بگم این کار نکنه که اشتباهه به خاطر از این کارا آدم اولاد خود فدا نمیکنه نمیکنم. اگر نور میتونه به جلو خوردش موتر چه کار میشه جواب چی همین به قومی خود شما چی میگین خب این که دیوانی نمیفهمه دیگه خب نمیفهمه که بدتره مقصد من میرم کاکا هر ساعتی که شما پول به کار دارین و من زنگ زنیم میگین کاکا پول به کار دارم من احتیاجم خدا واسه هر چی بود من شما دریغ نمیکنم ها تو بار میری به پیار خو میگه و بیای سیاد بار میبره پیار ما کاکا جان برار شما خوبی و از خود شما از اون خوب شما از شما فرق نمیکنه همه برارین چرا شما یک گپ میزنیم آخه پیار من تو آدمی هستی که به جای بگه خب دیگه ما پیش خو همه که فکر آره من میرم شما این گپا را از این خوبی کنید دوباره اولاد خیر بینید سلامت باشین دوباره اولاد خود تلنگ ندارم به زیر موتر چی گپای میام میگم دست از اینا من مگر بچه ما به کوچه بیرون نشون میگم مرد دیگه با تو نگفتم که همه میفهمم این کار نکنه بچه به کار رای نکنه این کاری سب بگفتم خب من از مجبوری به زینا گفتم مجبورم احتیاجم تو از درد ما خبر داری چه خبر ندارم مثل من اول فکر کردی موتاریو نه تو کلی تو تا گوشی بیم ندیدیمه اوه کلمه تا گوشی بود ندیدم تو اوه کبا زن امرو چند کسی بیکردیم برا را چری چره داره آه دیگه خوب کاری پیدا کرده نیه نه صرفه شما به این کارا کی آورده؟ روز چند میشه روز 99,000 خدا برکت بده زنده باشی به شما هم چری روزی که تایر موتر از سر دیر تو بره که دنگ بیا طور شناخته نشی که این چیزی بوده و دیر تایر از این موتر ما شده که باشه دیرجم بود ما قاسمیم ما این کاریم رو دیرو ما نیه بفهمیدی؟ جامون بله ها این عروسی اول ما گیلک نیه ما دیرجم باش ای به موقع خود شما هم سایه این بله ها شما به خیرات عمومی را نمیرن شما بگی ما صاحب خیر همون صاحب خیراتی تو قول منو که یک روز یه گیلک دیوانه برار تو آرستی طور بخیر بزر تایر یک موتر بند آره باز این هست که چی بگم دیگه آره من این برارم این بیاقلی هایی که شما من این داریم گولی ها خودی کارتن این دفعه بخوریم خودی توش خوردیم ولی شما نفتن نرم قطعی بری استاد نشد هیچ چیز براره هیچ چیز داخله ما ایواز شما دید تا خدا یک ببینه پیار شما میداد چیز اگیشی ها رو برابر چطور میشه قربون قدرتای خداشون من امین سای شما آه دیگه بستم
خیر بشه. سلام علیکم. ماما اشتنه؟ خیر سلامته؟ شکر. میگم همین چه کاری شما نه ماما؟ همین بچه منه. بچه شما نه؟ یک دیگه چه کاری تو بود؟ برار می شما میگم البته شما میتونه بچه تربیه میکنه. چه کار کردم؟ چه کار کردم؟ اینا دو تا برارا چینگ سرگ استادم. موتر تیر میشه ما برا این موتر سوار بدیم هم که نزدیک شدیم یک دم میدونم که شونی از دست خود شونی از اون هیر تلنگ به زیر موتر ماست بره به زیر موتر برم ماما. چرا دروغ میگی؟ بچه‌ام همین تو بچه‌ها نیا. شما بچه خود خبر نداری؟ تو میره به سر کار نماشون میره. چی کار داره؟ میره به سر کار میره به داره. اونا چی وظیفه دارم اینا؟ اینا میرم به سلخی. ماما جان این بچه خود کایم بفهمم این دفعه اگه به چنگ سرک دیدم امیت موتر بالا هر دوتا اینا بالا میکنم. اگه این بزیر موتر میرفته اون رو کی میده؟ اگر خیلی پول داری جواب از اینا رو کی میده؟ جواب از اینا دلو خون نگاه کو. چه؟ نمیته ماما نمیته شونه اگه وزیر موتر انداخت ما شاید دروغ میگم. بچه نمیفهمه. جلو خود نگاه کو برا میری. تیاره که سواری موتر سواری. ما میگم برای خود میرفتیم ما استا میرفتیم نزدیک شدیم میریم تلنگ رو بزیر تایر موتر تلنگ داد. ما تا حالا همی تو کاری ندیدم. میای در سرا مار میگیری ابرو مار میریزونی. بچه خوب باری. یا برو به سرا رو. ما خود شما بفهمیم آدم مستفیده. شما یعنی همین رقم بچه تربیه میکنم. تو چی میگی آدم؟ بی تربیه کردن بچه شما نه. چی تربیه کنم؟ و یکی دیگه کوبه استگرام کلون برامون میگیره فعل فرش زمین میکرد به شما. بابا جان بونه نگید بچه هم همین که بچه صبح میرم به سر کار خونم. امینا شما نگفتیم بره او. چی گفتم؟ همین گپ شما نگفتیم که برای خوب بزنیم. کی به تو گفت؟ امینا خودم گفتم ما پیار ما گفته. دروغ میگم بابا دروغ میگم اصلا اینا خودتو گپ نزدم. یک روز اینا میره به عرستی بزنیم مطمئن هر دو تا فرش زمین میشه به شما. بابا برو خود عقلت کمالیات ده تو بیا مدیال موتر به در بیا بخریدی بیا مد اینجا بزیر موتر میشم بزیر موتر میشم. هر جا وجه بزیر موتر یک ریپر یک قران هم نمیداد. تو رو نمیدونم. والیا. و کجا میری پیش من؟ آدم مستفیده. آدم مستفیده. موتر خریده نمیفهم به هوا میری یا به زمین. تو ملتی اینا. دیگه تو به درم سرا بیا. از دست تو فغان دارم. بابا جان برفت مطعم کوچه خوب مطعم جاده با کدوم جاده؟ همین جاده بالاترا خب انا اینجا یک بار مرتکب که با موتر دید تا به چکوکا بیدم انا با موتر می آمدن یک بار نه انا یک بچگاه که بیده کجی کستتر بود انا یکی بود اگر فقط تمه بوده انا اینا هم یک بارم تگه بیامدن کجی رو تعلیم دادم این در جا موتر بید کرد همین تا کبابا خب بزیر موتر نشو؟ نه ما بجستم ما میتا بجستم برفتم ویلی استرتر یک بارم امون بچگاه کجی رو به بغل زد به خیالم چپاتی همه چون بزد یا نزد به بغل خود زد بنداخت به تا موتریو به تا موتر خود انداخت بوچون کجی رو پس این چی کار نکردین دیگه دست خیلی بیا بدی به خبری آوردی که کجی رو بدون به تو نگفتم برو به تر جاده های که خیلی شلوغ تو نشناسم نبینم وانا کجی رو چون بابا چکار کنم کجی توانه به خونه یا کجای کجی؟ کجای کجی؟ بابا ما چگاه کی به بغل خود که بنداختم موتر انداخت شماری موتر رو باید میدیستی کجی کجی؟ دست پول من امرو باید بدی بچه تو باید شما بیمی باید باری این بچه رو بچستی تو به چگاه به تا موتر ننداخت خب بنداخت خانم بیار به در سرا ما بیا ما دخم مرداری چرا؟ هیچی بچه ها خود رنگ میکنی بچه تا همه برار خود تنگ داده به زیر موتر حالا اگه کشته شما چکار کنم؟ چه خاک به سر کنم؟ میگفتیم بابا ما ایت تلنگ نمیدی که او کشته شه ما هدف ما پایینه شما نگفتین تلنگ که پایین گفتم من تو گفتم که تلنگ کم پای هیل نگرد به زیر موتر شده که دولک بدم که دولک بدم
دست خالی بیا بده دست گل همه ما باید مرتکران رای که چه دست برای نکردم این طور بیاد دست را آمد بگری من با برا که با موتر خود من چپات یا سه لک کرد به تا موتر از چه داره بدن شد بگو خوب کارا میکنی تو میگه تی مردی تو بسته که خود کل گنده خود که برار من بزدی تو چری بجیستی؟ ها؟ تو چری بجیستی مرپتو کردی؟ دیدم که نشو جاده گله با خدا همی بجیستی با ما خودی بگفتی رمزون هم مال بدید بگفتی با بابا او اختیار میکنه رمزون هم بدید بابا خوب کاری کردی البته سرسون تو هرچی که به تو میگم تو گوش نمیکنی راست میگم این دیونیه رمزون چی کار کنی؟ چی میفهمو؟ تو میری بابا رمزون گو میرم پیار تو میگم من ایدم نیست دو هم پیدا میشه خب من چی جواب ناز بدم چی؟ انال رمزون بچه کاکام اگه مثلا میگم برای به پیار خو بگه چی بگیم چی کار کنیم؟ رمزون یک ساعت یک نیم ساعت پیش آماده خانمرگی راست بگیم؟ بیامد اگه ایتا گوش نشدی که هنی ما به تا از داری طولی بدم به چا خود رای نکو پیار من خبر شد گفتم به پیار خوی چی نگی که به ازاری دادم بریو ازاری داد؟ نه به ازاری داد که به پیار به چا خود اگر رای نکو که ابرو ما میره بابا میرم به جا دیگه میره که دور باشه از اینجا بازی سرای پیدا میشه که کرا کنی ها؟ نه از سرا نمیریم بابا خب از سرا نمیریم ما و ازی به جا دوری میریم خب به تو بگفتم برو که جای باشه که مار کسی نشناسه خیر بریم بابا بله با امرو که نمیشه دیر شده بله نمازگاه شده سبا بریم دیگه سبا میریم بابا دل جان باشیم بابا یورو میتو تلنگ میدم پای بش کنه 2 لک بده میگم برتگه میگم موتر نگذاری برای پیش تو نه شماری رو برداری سواد داری کی؟ تو چی شما نمیفهمی